خب سوال دیگر گفتن کدام برادری ما گفته است که حضرت نوح 1000 سال عمر دیدگی است. در یک معرکه گفتن که این امکان ندارد که آدم 1000 سال عمر ببینه. داملا آیا همین حضرت نوح 1000 سال عمر دیده یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، ما سوره داریم به نام عنکبوت، یعنی عنکبوت هم تارتنک میگن. در آیت 14 خدای مهربان میگه که فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. عمر حضرت نوح را میگه. حضرت عبدالله ابن عباس تفسیر کرده است این آیت که حضرت نوح میگه در 40 سالگیش پیامبر شد، 950 سال دعوت کرد، 950 سال دعوت کرد. بعد آنه که دنیا زیر آب ماند، با 60 سال دیگر بعد دنیا را آب گرفتن، باز حضرت زنده بودند. یعنی جمع 1050 سال به قول حضرت عبدالله ابن عباس حضرت نوح حیات دیدگیه. یگان جای مقصد برادرای عزیز دشوار فهمی ندارد، یگان شبهه هم کردن در کار نیست. اولا آیت قرآن است، دویمان که علت چه مفسران میگن که اگر همین خیلی عمرهای دراز نمیدیدن در دنیا هیچ کنه بود. برای دنیا را آدم شد زیاد کردن، همین خیلی عمرهای دراز در کار بود که چقدر آدم زیاد شود. حتی 4گانی و 6گانی و دیگر حتی خدای مهربان از یک شکم بیرون می آورد تا دنیا مقصد پر از آدم شود. و دیگر این که ببینید یک کرگس، نمی کرگس 100 سال عمر میبینن، یک پشه 2 هفته عمر میبینن. حضرت سلمان را بینیم، سلمان فارسی را، نزهت المتقین امام نووی میگه 350 سال عمر دیدگیه. این سلمان فارس. برای این چیزی که مثال دلیل حجت از آیت قرآنه ایده شبهه کن در کار نیست. لیکن اینجا یک چیز دیگر را نازکیش گویم. حضرت نوح 1050 سال عمر دیده را، لیکن همگی از قومش 80 کس ایمان آورد. من حساب کردم یک 12 سال یا 13 سال ده یک آدم ایمان می آورده. ولی پیامبر نازنین وقتی در 23 سال دعوتش وقتی میگه آخران حجت الوداع ده که دیگر بعد همو از دنیا گذشت، 120,000 زیاد مردم علاقه مسلمان بودن. تصور کنید که در 13 یا در 12-13 سال یک کس ایمان می آورد از حضرت نوح، ولی در پیامبر من حساب کردم سر هر 5 روزه یک کس ایمان می آورد است. چقدر الله مهربان با پیامبر خودمانم مرحمت زیاد کرده است. و روز قیامت هم از همه امت زیاد امت محمد صلی الله علیه و سلم است.